همه ما کوروش کبیر رو میشناسیم. شاهنشاهی که از یونان تا هند رو زیر پرچم هخامنشی یک پارچه کرد. اما کمتر کسی نام زنی را شنیده که برخی از تاریخ نگاران باستان او را قاتل کوروش معرفی کردند. زنی به نام آناتومروس، ملکه‌ای از قومی جنگجو به نام ماساگت‌ها، مردمی چابک سوار، شکارچی و بیرحم در میدان نبرد. داستان ما از دشت‌های آسیای میانه آغاز شد، جایی که سرنوشت کوروش بزرگ و آنا به هم گره خورد. ماساگت‌ها مردمانی کوچ‌نشین بودند. زندگیشان با اسب و تیر و کمان گره خورده بود. برای آنها جنگ نه یک انتخاب که بخشی از طبیعت زندگی به شمار می رفت. مردمان باستانی آنها را بیرحم و سرسخت می دانستند. قومی که نه دژی داشتند و نه شهری. اما در میدان نبرد هیچ ارتشی نمی توانست به آسانی در برابرشان دوام بیاورد. در میان ماساگت‌ها زنان جایگاهی متفاوت از بسیاری جوامع دیگر داشتند. قدرت سیاسی و اجتماعی برای زنان غریب نبود و همین فضا بود که ظهور یک رهبر زن را ممکن کرد. نام او آناتوموروس بود، ملکه‌ای که پس از مرگ همسرش تاج فرمانروایی را بر سر گذاشت. در جهانی که اغلب شاهان مرد بودند، او به تنهایی سپر و شمشیر یک ملت شد. ماساگت‌ها در شرق دریای کاسپیان و حوالی دریای آرال زندگی می‌کردند، درست در مرزهای هخامنشیان. برای کوروش بزرگ، حضور یک قوه قدرتمند در مرزهای شرقی هم خطری بالقوه بود، هم فرصتی برای گسترش بیشتر. هرودوت روایت می‌کند که پیش از آغاز جنگ، میان کوروش و آناتوموروس نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفت. کوروش پیشنهاد ازدواج داد، اما آناتوموروس رد کرد و آن را حیله‌ای برای تصاحب قدرت دانست. کوروش ارتش خود را آماده کرد و به سوی شرق حرکت کرد. مسیر طولانی بود، دشت‌های بی‌پایان، رودخانه‌های خروشان و دشمنی ناشناخته در پیش بود. نخستین چالش بزرگ رودخانه پهناور سیردریا بود. عبور از آن نقطه آغاز جنگی اجتناب ناپذیر بود. ارتش پارسی به سرزمین ماساگت‌ها قدم گذاشت. کوروش با تجربه سالها جنگاوری می‌دانست که دشمنش در جنگ مستقیم سوارکاران چابک و تیراندازان مرگباری دارد. بنابراین تصمیم گرفت از نقشه‌ای هوشمندانه استفاده کند. او دستور داد اردوگاهی پر از شراب و غذا آماده کنند. هدف کشاندن دشمن به دام بود. بخشی از سپاه آناتومروس به اردوگاه حمله کردند و با خیال اینکه ایرانیان عقب نشینی کردند، به جان غذا و شراب‌ها افتادند. چون نوشیدنی‌های سبک می‌خوردند و به شراب عادت نداشتند، به سرعت مست شدند. سپس پارسیان حمله کردند و بسیاری کشته شدند، از جمله پسر آنا، اسپارگاپیس. وقتی خبر به گوش آنا رسید، قسم خورد انتقام پسرش رو تا آخرین قطره خونش بگیره. ملکه سوگوار حالا تنها یک هدف داشت: کشتن کوروش. او سپاه خود را فراخواند، مردان و زنان جنگجو گرد هم آمدند و سپس نبردی آغاز شد که به گفته هرودوت خونین ترین جنگی بود که تا آن روز بشر دیده بود. دیرها در آسمان پرواز می کرد، نیزه ها می درخشیدند و فریاد جنگجویان زمین را می لرزاند. ماساگت‌ها با خشمی دوچندان می جنگیدند. برای آنها این نبرد تنها جنگ نبود، انتقام خون شاهزاده بود. کوروش با دلاوری در میدان ایستاده بود، اما شمار دشمنان بسیار بود. نبرد ساعتها ادامه یافت تا اینکه ورق برگشت و سپاه کوروش در هم شکست. او که امپراتوری عظیم ساخته بود، در دشت‌های ناشناخته آسیای میانه با ضربه دشمنانش بر زمین افتاد. پایان کار در میدانی دور از تخت و تاج. خبر مرگ او همان گونه که هرودوت میگوید لرزه‌ای بر جهان آن روز انداخت. اما پایان کار کوروش تنها مرگش نبود. ملکه پس از یافتن جسد کوروش دستور داد سر او را از بدن جدا کنند. سپس
ظرفی بزرگ پر از خون آوردند و او سر کوروش را در آن فرو برد. او جمله‌ای عجیب گفت: کوروش، تو که تشنه خون بودی، اکنون تا میتوانی از خون بنوش. آرامگاه با شکوه او در پاسارگاد نشان می‌دهد شاید پیکر به ایران بازگشته باشد. تاریخدانان اما درباره مرگ کوروش هنوز با هم اختلاف دارند. هرچه باشد، حتی با در نظر گرفتن دشمنی هرودوت با ایرانیان، این یکی از روایات مرگ کوروش بزرگ است. اگه تا اینجای ویدیو همراه ما بودی، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی و برای فکت هایی که جایی نشنیدی به خانواده قصه تاریخ بپیوندی. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.